افدامک او برپرسین اسرائیلی د داخليانین خدا بحثا گرنگیا روبروبونا هبونا ایرانی ل داوره دکت. اوج آلیکی دن وجی اسرائیل د آرماج کرنا بارگهن میلیسین ایرانی ل سوریه بردوامه. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو ده راگهاند دمهاتی اسرائیل و امریکا و ولات ندن هلویسته که یگرتی جبو روبروبونا ایران بستینن. نتنیاهو دیار کر که او و مجارب هفشان خوی امریکی جو بایدن را گنگشه بکه. سرک وزیر اسرائیل او یک ده هفدیتنا کدریا ویدیو را به بریوبرو چالکوان ریخستنا ایپاک یا درباره بهیس کرنا پیوندین امریکی اسرائیلی دا کاردکه راگهاند. او سربار کر دمانهاج همو دمک بهتر تکزیل سرگرنگی روبروبونا ایران تکره. او گوت رژیم ایرانی رژیم که هووانه او سرکتکر و تروریه. هر دوی درباره دا راوشکار اولهی نتوی امریکی جیک سولیوان ده راگهاند. کوه او سردان اسرائیل بکه او گفن ایرانی به حکومت اسرائیلیا نورا گنگه شبکه. سولیوان د لیدوانه که روزنامه‌وانی دا د دم سردان سروک امریکا جو بایدن ج مکسیک را راگهاند بو. که کفتنا اتومیب ایران را نخالک سرکه دمانها دا. و دیپلماسیت باشترین ریگای جبو ریگری کرنه جب دستخستنا ایرانش چکن اتومی را. جیک سربار کر که او به حکومت اسرائیلیا نورا بگهن حلوسته که یک گرتی درباره و دوسیه ده و درباره دا چافدیر دبیجن ده دمکو ایران ده آلوسترین قوناغ را به سدم خاپیشاندان بردوام لروجلات کردستان و ایران درباست به اسرائیل سر هر دو آستن لشکری و سیاسی کاردکه دا که هبونا ایران لدوره تیک بده.